يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سلم. سبحانك لا علم لنا أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهم. سوره مبارکه جمعه هست، از سوره های مدنی هست. موضوع همه این سوره ها 10 سوره از حدید تا تحریم یا موضوعات جهاد هست یا موضوعات انفاق هست. در این سوره هم بحث خطبه جمعه هست، استماع خطبه جمعه که در اون خطبه جمعه به مسلمانان دستور داده شده توجه کنند، گوش کنند، فرامین خدای عزوجل خداوند اونجا ابلاغ میشه، چه در رابطه با جهاد باشد، چه در رابطه با انفاق باشد یا مباحثی دیگر، و به آن عمل بکنند. سوره مبارکه جمعه آن حضرت صلی الله علیه و سلم در روایت ها میاد که این سوره را در نماز جمعه در رکعت اول سوره جمعه را میخواند و در رکعت دوم سوره منافقون را میخواند. آن حضرت تلاوت میفرمود. مطالبی که در این سوره ذکر شده و بیان شده، خلاصه اون مطالب موضوع توحید اول آمده، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که این سوره هم از مسبحات است، تسبیح و پاکی خدا. و بعد از موضوع توحید دلیل وحی بیان شده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بیان صداقت رسول الله و بیان اینکه عموم بعثت آن حضرت فقط برای اهل مکه مبعوث نشد، برای عرب مبعوث نشد، برای همه انسان ها مبعوث شد. و همچنین در این سوره زجر هست و مشرکین و مباهله یهود هست. یهود به سوی مباهله دعوت داده شدند برای اینکه بیایند و تقاضای، اگر واقعا در مسیر حق هستند، در مسیر باطل نیستند، تمنای مرگ بکنند، آرزوی مرگ بکنند. چون انسان که وقتی مطمئن باشد آخرتش خوب هست، بعد از مرگ خوبه، اون انسان عجله داره برای اون جای خوب، برای اون شرایط خوب، زندگی خوب. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میگوید برای الله، چه قالن چه حالن، چه به زبان قال و به زبان و چه به زبان حال. قبلا گفتیم تمام موجودات، تمام خلائق همیشه تسبیح گویان هستند، اما ما تسبیحشان را نمیفهمیم. تسبیح میگویند تمام خلائق، آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین هست، همه تسبیح میگویند برای الله. کدام الله؟ 4 صفت ذکر شده، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. آن اللهی که اون پادشاه مطلق است،
این صفت ثبوتیه، ملک را قدرت را برایش ثابت میکنه. آن اللهی که القدوس قدوس است، این صفت سلبی هست، یعنی آلایش ها از آلایش ها بدور است، از عیوب بدور هست، از هر چیزی که عیب باشد و ایراد باشد و اشکال باشد از اونها بدور است. خداوند از داشتن شریک بدور است، از داشتن همسر و همتا بدور است، از داشتن اولاد بدور است، نائب و فرزند و دختر و از اینها بدور هست. القدوس به این معنی مقدس و منزه، پاک هست. العزیز ذاتی هست که بس غالب است، قدرتش کامل است. الحکیم بس حکیم است، یعنی حکمتش هم کامل است، هر کاری میکنه با قدرت و با حکمت. لذا همه موجودات، همه مخلوقاتی که در آسمان ها و در زمین هستند پاکی این خدا را و تسبیح این خدا را بیان میکنه. اما بسیاری از انسانهای نالایق هستند که بجای اینکه به پاکی این خدا مشغول بشن، به تسبیح این خدا مشغول بشن، با او شریک میگیرن، مخلوق او را و دیگران را شریک او میسازن. حالا این خدا چنان خدایی هست که بر شما بندگان بسیار لطف فرمود. یکی از الطاف و از احسانات اون پروردگار اینه که هو الذی بعث فی الامیین رسولا، الله آن ذاتی هست که در میان امیین رسولی را فرستاد. امیین به کسانی گفته میشه که سواد داشته نباشند، منسوب است به یعنی مادر. بعضی میگویند اونها را بی سواد میگن چون که انسان وقتی که از مادر متولد میشه سواد نداره، چیزی بلد نیست، تا آخر همینطور بی سواد میماند، تا آخر به همون شکله. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما را خدا از شکم مادر متولد کرد، اون وقت چیزی نمیفهمیدید، هیچی بلد نبودید. بعضی ها تا آخر به همین صورت بی بلد میمانند، نابلد میمانند، لذا اونها امیین هستند. این خاطر افراد بی سواد را امی میگویند. و عرب ها برای خودشون این امی بودن را افتخار میدانستند، برای خودشان امی بودن را افتخار، البته افتخار میدانستند، ولی اینطور نبود که همه بی سواد باشند. یک سواد دارن توشون بود. زمانی که قطع رابطه کردن با رسول الله صلی الله علیه وسلم و یک مقاطع نامه نوشتن، اون را بر خانه کعبه آویزان کردن، به اونا نوشتن. خب چیزی بلد بودن، بعضی ها بلد بودند. در بعضی روایت هست که زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شدند، در مکه مکرمه 13 نفر بودند که خواندن و نوشتن را بلد بودند. لذا کم و بیشی بلد بودند. در صلح حدیبیه وقتی که با رسول الله معاهده نوشته شد، خب نوشته شد، از طرف صحابه نوشته شد، پس نوشتن بلد بودند، اما خیلی کم بودند و به این افتخار هم می کردند. اما آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم لقبش امی هست، امی لقب. امی بودن رسول الله تعریفی هست. چرا؟ چون که اگر ایشون از قبل از بعثت سواد داشتند، خواندن و نوشتن بلد بودند و می نوشتند، زمانی که قرآن را تقدیم کردند و قرآن را عرضه کردند، قطعا مشرکان می گفتند که شما از قبل باسواد بودی، خب می نوشتی، اینم از همون نوشته های خودت هست. پس الله عزوجل از قبل ایشون را امی قرار، منبع علوم هست، سرچشمه علوم یاد داد. معلم و استاد رسول الله خود الله عزوجل هست. اما ایشون امی بودن قبل از اینکه به بعثت برسند، چون اگر سواد داشتند قطعا این معجزه بودن قرآن برای همگان ظاهر نمی شد.
حالا قرآن ببینید کتاب تاریخ هست از گذشتگان، کتاب علمی هست، تمام منابع علوم، حتی درباره علم فلکیات، درباره دانش، درباره علم طب، خیلی چیزهایی که مردم امروز به اون نتیجه رسیدن قرآن قبلا اینها را بیان کرده. پس این کتاب پرمحتوا از سوی چنان پیامبری که خودش امی هست وقتی که عرضه میشه تقدیم میشه، این دلیل بر چی هست؟ دلیل بر حقانیت و صداقتش است. یکی از معجزاتش این کتاب است. الله عزوجل در امیین فرستاد رسول. یک بحث دیگه، بعضی میگن امیین اهل مکه را میگن به خاطر اینکه باشندگان مکه بودن، چون یکی از نامهای مکه هست ام القرى، ام تمام شهرها. امیین یعنی اهل مکه، مکیین، باشندگان مکه. لذا در میان اهل مکه یا در میان امیین عرب خداوند مبعوث فرمود رسولا منهم، رسول از خودشان، یعنی این رسول از همان انسانها بود، بشر بود، اما 4 فریضه برای رسول. این 4 فریضه که شما 3 بار قبلا این 4 فریضه را خواندید، 2 بار در سوره بقره، 1 بار در سوره آل عمران، بار 4م اینجا در سوره جمعه بیان میشه. رسول الله 4 وظیفه داشت. 1 یتلو علیهم آیاته، آیات پروردگار را بر اونها تلاوت میکنه. تلاوت آیات خودش یک وظیفه است و خودش یک عبادت است. بعضی اعتراض میکنند این خواندن چه فایده داره، مثل توتیوار که نفهمی. تلاوت خودش یک عبادتیه، بفهمی یا نفهمی. و یعلمهم الکتاب، تعلیم کتاب که بفهمی اون یک عبادت جداگانه است. خود تلاوت یک عبادت جداگانه هست. یتلو علیهم آیاتی. و چه انقلاب این تلاوت به وجود آورد، چه انسانهایی به وسیله این تلاوت اونها منقلب شدند، متغیر شدند، در وجود اونها تغییر آمد. لذا الله می فرماید که پیامبری امی را فرستاد که یتلو علیهم آیات، این وظیفه اول است، و یزکیهم، و اونها را تزکیه می کند. وظیفه دوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تزکیه هست. ای رسول الله وظیفه شما علما هم همینه، شما دعوتگران دین هم همینه که برای مردم و امت هم آیات قرآن را تلاوت کنید. لازمه تلاوت زیبا، تلاوت صحیح، تلاوت با تجوید، تلاوت با رعایت اصول و قواعد، تلاوت با صوت زیبا. اینها همه باید در این زمینه همه کار کنند. و متاسفانه تلاوت های ما ایراد دارد، تلاوت های ما مشکل دارد. باید در زمینه تصحیح تلاوت هم عموم مردم، هم خواص، طلاب، علما خیلی کار کنند. و دوم تزکیه، وظیفه دومی که رسول الله دارد تزکیه. تزکیه یعنی پاک کردن. تزکیه در چند زمینه هست. تزکیه از نظر عقاید، چون در وجود مردم یک سری عقاید شرکی بود. شرک یکی از نجاست هاست. الله تعالی مشرک را نجس میگه، یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. لذا شرک یک گندی هست، یک غلاست و نجاستی است در وجود مشرک که باید او را از این شرک پاک کرد. شرک را باید از قلبش، از سینهش، از ذهنش زدود بیرون کرد. پس اولین تزکیه رسول الله صلی الله علیه و سلم امت را از عقاید کثیف هست، از عقایدی که اون عقاید نجسی هستند. دومین عرض کنم که وظیفه پاکی از اعمال و افعالی، افعال آلوده هستند، اعمال خرابی هستند. و سوم پاکی از اخلاق خراب،
اخلاق ذمیمه. لذا اعمال و اخلاق هم بسیاری از اونها گندن، نجس هستند، ناپاک هستند. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تزکیه کردند، در زمینه اخلاق هم کار کردند، در زمینه اعمال هم کار کردند، در زمینه عقاید هم کار کردند. اما اول عقاید. برای اثبات این شما نگاه کنید سوره های مکی را. سوره های مکی زیاد درباره اعمال صحبت نمیکنه. سوره های مکی که ابتداءً اینا نازل شده 85 تا سوره هستند. در این سوره ها همش مبحث توحید است، مبحث قیامت است. چون درباره توحید و قیامت، مبدأ و معاد، عقاید نجسی داشتن، عقاید بسیار گندی، شرک بود و کفر بود و خرافات بود و آلودگی بود و بعد اخلاق در همین سوره های مکی. چون اخلاق ها خیلی خراب بود، به مباحث اخلاق هم خیلی پرداخته شده، هم در سوره های مکی هم در مدنی. اما در سوره های مدنی بیشتر مباحث اعمال هست. لذا در طول این مدت تربیتی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم عقاید را و اعمال را و اخلاق را همه را تزکیه فرموده، همه را اصلاح فرموده. لذا وظیفه من و شما هست وقتی میخوایم به مردم بپردازیم، به جوانها بپردازیم، به کارهای تربیتی و اصلاحی و تزکیه رو بیاوریم، اول از عقاید باید شروع کنیم. اول ایمان مردم باید درست بشه، اول خرافات از اونها دور بشه، اول اون غیر اللهی که در قلبها ریشه دوانده از قلبها باید پاک بشه، بعدن اخلاق و اعمال. پس رسول الله در این سه زمینه کار کرد. و یعلمهم الکتاب، این فریضه سوم است، به اونها کتاب تعلیم میده. کتاب یعنی قرآن مجید، مراد الله عزوجل، مطالب کتاب الله، مفاهیم کتاب الله. والحکمه و وظیفه چهارم، این دوتا توضیح داده شده قبلا. حکمت یعنی تفسیر کتاب، تشریح کتاب. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آیه نازل میشد، اون آیه را با زبان خودشون توضیح میدادن یا با عمل خودشون توضیح میدادند. مثلا وقتی که آیه اقیم الصلاة آمد، رسول الله با عمل نشان داد، با زبان هم فرمود، با عمل فرمود که صلوا کما رأیتمونی اصلی، آنگونه که من نماز میخوانم شما نماز بخوانید. رسول الله صلی الله علیه وسلم را کسی پرسید الله اوقات نمازها کی هست؟ روز اول نماز صبح را در اول وقت خواند، نماز ظهر را در اول وقت خواند، نماز عصر را، نماز مغرب را در همون وقت که اون هم اول وقت است، وقت مستحبش. نماز عشاء را هم زود خواند. روز دوم نماز صبح را دیر خواند که خوب هوا روشن شد. نماز ظهر را هم خواند، نماز عصر را هم با تأخیر خواند، نماز مغرب را در همون یک وقت خواند، نماز عشاء را هم کش داد تا نیمه شب نزدیک شد. بعدن گفت اون کجاست؟ اون سائل را خواست، گفت نشان. مثلا وقتی که آیه اقیم الصلاة آمد، رسول الله با عمل نشان داد، با زبان هم فرمود، با عمل فرمود که صلوا کما رأیتمونی اصلی، آنگونه که من نماز میخوانم شما نماز بخوانید. رسول الله صلی الله علیه وسلم را کسی پرسید یا رسول الله اوقات نمازها کی هست؟ آن حضرت فرمود با ما بمان، با عمل نشان داد. روز اول نماز صبح را در اول وقت خواند، نماز ظهر را در اول وقت خواند، نماز عصر را در اول وقت خواند، نماز مغرب را در همون وقت که اون هم اول وقت است، وقت مستحبش. نماز عشاء را هم زود خواند. روز دوم نماز صبح را دیر خواند که خوب هوا روشن شد. نماز ظهر را هم نزدیک مثل و مثلین خواند. نماز عصر را هم با تأخیر خواند. نماز مغرب را در همون یک وقت خواند. نماز عشاء را هم
کش داد تا نیمه شب نزدیک شد. بعدا گفت اون کجاست؟ اون سائل را خواست، گفت که نماز بین این دو وقت، که روز اول من چطور خواندم، روز دوم. لذا این هست تشریح قرآن. اون چیزی که قرآن گفته ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین فرضی است که وقتی دارد، وقتش را رسول الله با عمل نشان داد. الحکمه حدیث، سنت، اون سنتی که میشه تفسیر کتاب الله، تشریح کتاب الله. لذا الله می فرماید رسول آمد این وظایف را داشت که مردم را به وسیله این وظایف اصلاح بفرماید. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، گرچه قبل از این در گمراهی آشکار بودند، در بیراهه آشکار. در چی بودند؟ در شرک، در کفر، در آلودگی های عملی، فساد عملی، فساد اخلاقی، دزدی، سرقت، ظلم، زنا و امثال اینها، صدها عیب، صدها ایراد. لذا این وظیفه رسول هست. اما سوال اینجاست که بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط برای اهل مکه هست؟ نه، فی الامیین و آخرین. این آخرین عطف است بر امیین. الله عزوجل رسول الله را مبعوث فرمود، از این عموم بعثت ثابت میشه. فرستاد در میان امیین و فرستاد در میان آخرین. بعضی میگن آخرین عطف است بر امیین، بعضی میگن آخرین عطف است بر مفعول یعلمهم. پیغمبر آمده که یعلمهم الکتاب و یعلم آخرین، به آنها کتاب نشان بده و آخرین را، گروه های بعدی، انسان های بعدی، غیر از امیین، غیر از اهل مکه، غیر از عرب. یه روزی صحابی از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کرد یا رسول الله آخرین کی هستند؟ اتفاقا حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه اونجا نشسته بود، دست را آن حضرت بر شانه سلمان زد، بر پشت سلمان زد و فرمود که از قوم ایشون هستند آخرین. چنانچه بعداً مردانی از بلاد سلمان، مردانی از ایران و عراق که اینا هم اون زمان اهل فارس بودند، عراقی ها بعداً عرب شدند، همه فارسی زبان بودند، کوفه فارسی صحبت می شد. عبدالله ابن مسعود اونجا آمده بود، مترجم داشت برای مردم، و امام ابو حنیفه مال کوفه هست، فارسی زبان بود. بعداً کسانی از فارس و از اهل فارس الله تعالی اونها را قائم کرد، اونها را مبعوث کرد، اونها را بلند کرد. اینها دین را منتشر کردند، دین را به وسیله تعلیم، به وسیله نشر احادیث. عرض کردم قبلا هم به شما که حالا نگاه بکنی بعد از دور رسول الله، بعد از دور تابعین و تبع تابعین که میرسد، زمان محدثین، زمانی که علم نشر شد، زمانی که علم منتشر شد، تمام این علما اهل همین بلاد هستند، مال همین آخرین هستند. سهای سته را نگاه کنید، همه عرض کنم که عجم هستند، همه فارسی زبان هستند. امام بخاری از بخارا هست، امام مسلم از نیشابور هست، امام ابن ماجه از عرض کنم قزوین هست، امام ابو داود از سجستان، سیستان است، یا بعضی میگن بغداد، بعضی اونم فارسی. یعنی اکثرا از این بلاد، فقها تمام، مجتهدین تمام از همین بلاد هستند. یا علامه تبریزی هست، یا علامه اصفهانی هست، یا علامه شیرازی هست، یا علامه بیضاوی هست که بیضا هم سپیدان هست، نزدیک شیراز هست. همه اینها محدثین، مفسرین، فقها، مجتهدین، اینها از همین گروهی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کرد. ولی متاسفانه بعدا صفوی ها آمدند و همه چیز را مسخ کردند، از بین بردند، اون حقایق بعدا گم شد. خدا کنه دوباره ملت متوجه بشه که اصلشون چی بوده، از کجا آمدند و چه خدمات، چه کارهایی را انجام دادند. لذا الله عزوجل می فرماید و آخرین منهم، آخرین از آنها که رسول الله برای اونها
شده خدا میفرماید لما یلحقوا بهم، هنوز ملحق نشدن به این اولین، هنوز ملحق نشدن به اون امیین، هنوز اونها نیامدن، اونها بعدا میاند. لذا تا قیامت هر چی که انسان میاد رسول الله معلم همه هست، رسول الله رسول همه هست. و هو العزیز الحکیم، اللهی که چنین پیامبری را فرستاده اون ذات غالب هست، کارش را خوب میدانه و با حکمت است. ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء، الله میفرماید این فضل خداست. ذالک این فضل خداست. اشاره ذالک چی هست؟ بعضی میگن به عموم بعثت، اینکه این پیامبر را پیامبر عالمین قرار داده، پیامبر برای کافت الناس قرار داده، این فضل خداست. بقیه پیغمبران قومی هستند، منطقه‌ای هستند، مال یک روستا، مال یک شهر، ایشون برای جهانیان. و بعضی میگن نه، منظور این هدایت و این توحیدی که به وسیله این پیامبر فرستاده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، که این رسول چیکار میکنه؟ به وسیله قرآن و به وسیله تزکیه توحید را، بذر توحید را، بذر ایمان را میکارد، هدایت را میآورد. این فضل الله یؤتیه من یشاء، به هر کسی که بخواهد میده. والله ذو الفضل العظیم، الله عز وجل ذاتی هست دارای فضل بسیار عظیم. بعد از این الله تعالی سرزنش میفرماید اون قوم بدبخت را که میدانستند، میفهمیدند، ولی از این نور و از این چراغ هدایت استفاده نکردند. علماء یهود، علماء بی عمل و علماء فاسد یهود، بعضی ها عمل کردند، بعضی ها متوجه شدند، اما اینها کتاب دارند، علم دارند. خداوند میفرماید این علم به دردشون نمیخورد. مثال اینهایی که علم دارند و به علم عامل نیستند، الله تعالی میفرماید مثال اینها مثل اون الاغی هست که بر او بار کتاب هست. آیا اون الاغی که بار کتاب دارد از اون بار سودی میبرد؟ این عالم هم از این علم چون که در مسیر باطل هست هیچ سودی نمیبرد. نجات بده، از عالم سو نجات بده، از دین فروشی علما نجات بده. بدترین چیز و بدترین کار همین هست. من همیشه خدمت طلاب عرض میکنم قرآن را انسان وقتی که نگاه میکنه، انسان اشرف مخلوقات است. انسان چنان شرف داره که فرشتگان که معصومند به اونها گفته شد بیا ادای احترام کن، بیا سجده کن این انسان را. این انسان اشرف است. انسان از جن هم افضلتره و از فرشته هم افضلتره، از همه مخلوقات افضلتره. ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم را ما عزت دادیم، ما کرامت دادیم. اما این انسان وقتی که در مسیر گمراهی قرار میگیره، بالخصوص عالمش، از حیوانم بدتر میشه. خدای عزوجل دو جا در قرآن کریم تشبیه داده، این هم از همین انسان ها علمایشون را تشبیه داده. دو جا تشبیه داده به حیوان، به بدترین حیوان. یکی اینجا تشبیه داده به الاغ، که الاغ در حماقت چی هست؟ میفرماید مثل الذین حملوا التورات، مثال آنهایی که حمل شدن تورات، تورات به دوش اونها گذاشته شد، تورات را یاد گرفتند، حافظ تورات شدند، اما ثم لم يحملوها، سپس حمل نکردند، یعنی عمل نکردند. این مثال عالم سو است. عالمی که حقیقت را میداند. خیلی از علماء امروز هم هستند، علماء فرق مختلف، واقعیت را میدونند، راه حق و حقیقت را میدانند، چون سواد دارند، قرآن میخوانند، اما باز هم به خاطر تعصب. این علماء بنی اسرائیل چرا ایمان نیاوردند؟ تعصب بود، تکبر و تعصب. تکبر و تعصبی که میگفتن چرا از ما نیست این پیامبر، چرا از اون قشره.
از فرزندان اسحاق نیست، از فرزندان اسماعیل. این تعصب. لذا بعضیا به خاطر تعصب به سوی حق و حقیقت نمیایند. اینا مثالشون همینه. الله می فرماید کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال این مثل الاغ هست که حمل می کند بار کتاب. نفعی بهش میرسد؟ نه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآیات الله، بسیار بد است مثال این قومی که تکذیب می کند آیات الهی را، قرآن را تکذیب می کند، حق را تکذیب می کند، در حالی که می دوند از جانب الله است. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی فرماید، یعنی توفیق هدایت نمیده چنین قوم ظالمی را. اینقدر ظلم و ستم که حق را کتمان میکنه، از این گناهی بزرگتر نیست. و بعد جالب اینجاست که اینها خودشون را چی میگفتند؟ اینها خودشون را حق میگفتند. میگفتند ما در مسیر حق هستیم، ما بهشتیم، ما محبوب خداییم، نحن ابناء الله و احباؤه، ما به بهشت میریم مستقیما، اگر جهنمی باشد لن تمسن النار الا ایاما معدودات. چه ادعاهای کلانی میکردند، چه تمناهای پوچی داشتند. الله عزوجل میفرماید اگر اینطور هست که اونور برای شما آباد هست، اون دنیای شما خوب هست، پس بفرمایید تمنا کنید اون طرف برید، تمنای مرگ بکنید. چرا از مرگ میترسید؟ یهود خیلی از مرگ میترسه. قرآن میگه در سوره بقره، شما خواندید، یود احدهم لو یعمر 1000 سنه، هر کسی از اینها دوست داره که 1000 سال زنده بماند. حتی از مشرکین اینها حریص‌تر هستن بر زندگی. خب مشرک بیچاره باید حریص باشه، چون مشرک اعتقاد به قیامت نداشت. او میرم آخر خاک و خاکستر میشم و پودر میشم. بعد از این زندگی یک زندگی ابدی و همیشگی هست. چرا دوست داره که زنده زیاد بمانه؟ چون میدونه اون طرف خطرناکه برایش. میگه همین دنیا بمانم. یود احدهم لو یعمر 1000 سنه. لذا ولتجدنهم احرص الناس على حیات ومن الذين اشركوا، از همه مردم بر حیات اینا حریص‌تر هستند، حتی از مشرکین. اینقدر زندگی را که یهودی دوست داره هیچ که دوست نداره. یکی از مفسرین معاصر میگه ما گاهی سفر میکنم بریتانیا، اونجا دوستانی دارم، میگویند که این ماشین های سواری یهودی اونجا همه اقشار است، مسیحی زیاده، یهودی هم هست، مسلمان هم هست. میگه اونجا دوستان من بررسی کردن، برای من تعریف کردن که یهودی ها خیلی خودشون را دوست داره، زندگیشون را دوست داره. این ماشین های سواری که سوار میشن، همون ماشین هایی که ایمنیشون از همه بهتر هست، چند لایه هست اتاق اونها، بیشتر اونها را سوار میشن. خیلی از مرگ میترسند. یهود اونقدر که از مرگ میترسه، اگر شما گاهی مطالعه بفرمایید همین جنگ هایی که اسرائیل داشته، خیلی زورگو هست، ولی تا که چند نفر کشته میشه فوراً عقب نشینی که چنان اینها از مرگ میترسند. لذا الله تعالی اینجا میفرماید اگر شما واقعا در مسیر حق هستید، بیایید مرگ را تمنا کنید. قل یا ایها الذین هادو، بگو ای کسانی که یهودی شدید، ان زعمتم، اگر میپندارید انکم اولیاء لله، شما اولیاء خدا هستید، دوستان خدا هستید، من دون الناس، بقیه مردم، بقیه مسلمانان نیستن، فتمنوا الموت، بس تمنا کنید مرگ را، ان کنتم صادقین، اگر راست میگوید. بعضی از مفسرین میگه این تمنای خالی نیست، این مباهله هست، دعوت به مباهله هست. اگر شما بر حق هستی، اولیاء الله هستی، بیایید با هم دعا میکنیم. هر کسی که در مسیر باطل است او هلاک باد، او را خدا بکشد. آیا این کار را میکنند؟ نه. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم.
الله میفرماید هرگز تمنا نمی کنند مرگ را، هرگز، به سبب عمل کردشون. والله علیم بالظالمین، خداوند خوب میداند به ظالمین را. حالا از کنند، ولی به اینها بگو قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم، بگو مرگی که شما از اون فرار میکنید اون مرگ شما را ملاقات میکنه، شما را دری مییابد. حالا یه سوال اینجا ایجاد شده، مگر فرار از مرگ اشکال دارد؟ فرار از مرگ یک مسئله طبیعی هست، هر کسی از ما از مرگ فرار میکند. مگر تا اینکه مریض میشیم دستور نداریم به معالج مراجعه بکنیم، به دارو درمان مراجعه بکنیم؟ میکنیم، دستور هم از سنت پیغمبر هم است که کسی مریض شد از اسباب استفاده بکند. ما همه وقتی که احساس خطر بکنیم برای حیات خودمان، سنت این هست که ما از مرگ فرار بکنیم. مگر سیدنا موسی از مرگ فرار نکرد؟ بهشون گفته شد که این مردک را زدی مرد، الان اعدامت میکنند. از مصر خارج نشد؟ از مصر خارج شد، رفت مدین پناهنده شد. اون فرار از مرگ بود. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر مشرکین قصد نکردن که ایشون را شهید بکنند؟ هجرت کرد، فرار از مرگ بود. و خیلی توصیه ها فرمود که به سمت مرگ نروید. جایی میبینید که طاعونی هست، وبایی هست، اونجا نروید. پس فرار از مرگ و گریز از مرگ طبیعی هست. چگونه به یهود گفته میشه شما، یعنی این طعنه گویا به اونها زده میشه این مال همه ما هست، میراث همه ما هست؟ جوابش اینه که فرار طبیعی از مرگ اشکالی نداره، اون دستور هم هست. اما فرار اینها خاص است. فرار اینها به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه اینا چون اعتقاد به زندگی بعد از مرگ داشتن، اینا فرارشون به خاطر این بود که دوباره زنده بشن اونجا کم میارند. الله تعالی میفرماید که ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، به خاطر عمل کرد میدونند که ما اگر بمیریم بعد از مرگ دوباره زنده میشیم، اونجا مشکل پیدا میکنیم. اونجا ما زندگی را با دروغ و با کلاهبرداری و با تلبیس و با کتمان حق، با تحریف کتاب خدا، با مخفی کردن حق گذراندیم. اونجا ما گویا این فرار کردن از قیامت است، از پیشی در محضر الله است. از این اونها ناراحت بودند. به همین خاطر الله میفرماید که شما که میمیرید، همون چیزی که اونها از اون میترسیده همون را خدا میفرماید فانه لاقیکم، همانا اون مرگ شما را ملاقات شوید به محضر اون ذاتی که داننده غیب و شهادت است. یعنی از ظاهر شما هم میداند، از مخفیات شما هم میداند، از باطن